با درس مالی بین‌الملل در خدمتتون هستم. جلسه قبل در مورد عرضه ارز و تقاضای ارز صحبت کردیم و گفتم براتون که منحنی تقاضای ارز به صورت نزولی خواهد بود. گفتم افزایش نرخ ارز به عنوان مثال اگه نرخ $1 از 2000 تومان به 3000 تومان افزایش پیدا کنه، یعنی نرخ ارز افزایش پیدا کنه، ما افزایش قیمت کالاهای خارجی رو خواهیم داشت. بنابراین کاهش تقاضا برای این کالاها در داخل کشور ما اتفاق میفته و کاهش تقاضا برای ارز رو به دنبال داره. بنابراین رابطه معکوسی بین نرخ ارز و مقدار تقاضای ارز وجود داره. یعنی با افزایش نرخ ارز از E1 به E2 تقاضای ارز در کشور ما از 500 به مثلا 400 کاهش پیدا میکنه. بنابراین منحنی تقاضای ما نزولی خواهد بود. در مقابل گفتم که منحنی عرضه ارز شیبش صعودی هستش، یعنی با افزایش نرخ ارز، عرضه ارز در کشور افزایش پیدا میکنه. به خاطر اینکه مثلا افزایش نرخ ارز از 2000 به 2500 تومان باعث کاهش قیمت‌های داخلی ما برای مصرف کننده های خارجی میشه. بنابراین تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی ما افزایش پیدا میکنه و بنابراین کالاهای ما رو بیشتر میخرن. پس ارز بیشتری وارد کشور ما میشه و بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش عرضه ارز در کشور میشه. بنابراین نرخ ارز و عرضه ارز در کشور ما رابطه مثبت دارن و یک رابطه مستقیمی بین این دوتا وجود داره. بنابراین منحنی ساپلای ما یا عرضه ارز ما به صورت صعودی خواهد بود. وقتی که منحنی تقاضا و عرضه ارز رو در یک محور مختصاتی که محور عمودیمون نرخ ارز هست، یعنی قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی هست، و محور افقی Q هست، یعنی مقدار ارز هست، حالا مقدار عرضه یا مقدار تقاضای ارز، با هم روی یک نمودار روی یک محور مختصات رسم کنیم، نقطه‌ای که D و S یعنی عرضه و تقاضای ارز در جایی که همدیگر رو قطع میکنن که در نقطه E اتفاق میفته، این نرخ ارز تعادلی ما خواهد بود. بنابراین نرخ ارز تعادلی از تقاطع عرضه و تقاضای ارز به دست خواهد اومد. خب حالا این تعادلی که گفتیم، تعادلی که از عرضه و تقاضای ارز اتفاق میفته، میتونه به صورت تعادل پایدار یا با ثبات باشه یا میتونه به صورت تعادل ناپایدار یا بی ثبات باشه. تعادل پایدار مثل نمودار صفحه قبل تعادلی هست که اگه این تعادل اتفاق بیفته، یعنی یک نقطه تعادلی نرخ ارز رو به ما بده، اگه ما به هر دلیلی از این تعادل خارج بشیم، نیروهای عرضه و تقاضای بازار یعنی S و D موجود در بازار دوباره ما رو به نقطه تعادل اولیه E باز خواهند گردانید. پس بنابراین به همچین تعادلی میگیم تعادل پایدار هست یا تعادل باثبات هست. یعنی من به هر دلیلی از تعادل خارج بشم دوباره برمیگردم سر جای خودم. همچین تعادلی هستش که پایداره. ولی تعادل ناپایدار به تعادلی گفته میشه که حالا نمونهشو در اسلایدهای بعدی میگم. به تعادلی گفته میشه که اگه من به هر دلیلی از نقطه تعادلی خارج بشم، دیگه نیروهای عرضه و تقاضای ارز نمیتونن منو به نقطه تعادلی برگردونن و به تدریج از تعادل دورتر میشیم. به همین دلیل هستش که میگیم تعادلمون ناپایداره یا بی ثبات هستش. یعنی خروج از تعادل دیگه ما رو به تعادل بر نمیگردونه و ما همینطور داریم از تعادل دورتر و دورتر میشیم. خب ببینین نمودار اسلایدهای قبلی که تقاضامون حالت نزولی داره و عرضه‌مون حالت صعودی داره. در نقطه E گفتم که نقطه‌ای که S و D ما همدیگر رو قطع میکنن نقطه تعادل پایدار ما هستش. در نقطه E عرضه و تقاضا در بازار با هم برابرن. مثلا در نقطه 500 یعنی وقتی که مقدار ارز باشه 500، عرضه و تقاضای ارز روی نرخ ارز E با هم به تعادل میرسن.
حالا فرض کنید در نقطه E1 باشیم. در نقطه E1 یعنی بالاتر از نرخ ارز تعادلی قرار داریم. در اینجا در نقطه نرخ ارز E1 همینطور که میبینید مقدار عرضه ارز ما این فاصله هست. مقدار عرضه ارز ما از E1 تا B هست، یعنی E1B، و مقدار تقاضای ارز ما E1A هست. بنابراین به اندازه AB مازاد عرضه ارز وجود داره. مازاد عرضه ارز میدونین وقتی که ارز زیاد باشه باعث کاهش قیمت ها میشه. مازاد عرضه ارز باعث کاهش نرخ ارز تا سطح ای میشه. بنابراین من وقتی که از تعادل ای خارج شدم دوباره نیروهای عرضه و تقاضا با مازاد عرضه‌ای که به وجود اومد منو به تعادل ای برگردوندن. پس بنابراین این تعادل پایدار هست. و از طرف دیگه اگه توی E2 هم قرار بگیریم به همین ترتیب. من وقتی تو E2 با کاهش نرخ ارز مواجه بشم به اندازه CM مازاد تقاضا خواهم داشت. این مازاد تقاضا باعث افزایش نرخ ارز تا نقطه E میشه و بنابراین تعادل پایداره. پس بنابراین در شرایطی که تقاضا مثل همیشه حالت نزولی داشته باشه و عرضه هم حالت صعودی باشه حتما تعادل ما پایدار خواهد بود.